روز فرزندی به مادرش میگوید: مادر جان، برای چی شما نماز میخوانید، به مردم یاری میرسانید، کارهای نیک میکنید، اما خداوند به شما هیچ چیز نداده است. من که نماز نمیخوانم، به مردم یاری نمیرسانم، کارهای نیک نکرده ام، اما خداوند به من همه چیز را داده است. این فرزند نمیدانست که مادر از خداوند چی میخواست. مادر از خداوند میخواست که خدایا همه چیز دنیا را برای فرزندی من عطا فرما. ما باید دانیم که دعای مادر در نزد خداوند زود قبول میگردد و ما باید شکرانه آن را کنیم که هر چیزی که در این دنیا ما داریم این همه با دعای مادر است.